الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر و علیکم سالمون. سلام. من یک زن مهاجر از شهر مسکو. بله. من برای همه برادرایی که فقط طرفداری جناب عالی میکنن بله. گفتنیم در تاجیکستان 3 سال پیش من خودم رفتم فرزندم رو در یک مکتب موندم تا که درس زبان روسی رو فراموش نکنه. بله. وقتی که به سر فرزندم رفتم مرا با حجاب به مکتب در آمدنی نموندم. بله. آیا میگویند او که بچه های بناموس مردک های بناموس همش میدونه باز میگن نمیدونیم همه تنجی امونیه همش دروغ میگن. همه میدونه که در تاجیکستان در مکتب ها دانشگاه ها با سطر حجاب یگان کس در آمدنی نمیمونه. بله. با سطر حجاب هیچ کس رو به کار نمیگیرن. باز دفاع میکنن او ناموس دارین ایری حجاب های مادرها و زنها و خواهراتون دفاع کنه. بله. درست. من رو نموندم به مکتب به سر فرزندم درایم. میگه در تنه مکتب به کاغذ به حرفای کلون کلون نویستگی است که در اومدن با حجاب من است، هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی. انا وای رو نمیدیده باشن همه برادرای که در تاجیکستان هم مشگاو میزنن چون شیر نر میگیرن دفاع میکنن هوای صورت رو نمیدیده باشن در روی دری مکتب ها دانشگاه ها که جای میری تحقیق به حجاب و چی میکنن. بله. بله. اما را نمیبینین ورزشگرا؟ این کسایی که از ورزشگرا دفاع میکنین ندیدین؟ همش میبینن چون با کری و با کوری میدوزن تا بوتا ندیدین تنجی امونی دیگه کجاش تنجی وقتی که دید اسلام پایمال میکنه وقتی که مچتو را محکم میکنه حوزی کدام مچتی تاجیکستان میدروی پری آدم یا قشلاقا یا شهرها یا رایونا همه جو محکم همش کنده سینه میزنن که ما مسلمانیم ای تایم او تایم همه دون برین میبینین زنک تان گرفتگیه. بله واقعا. سلامت باشید. اگر خطا نکنم در مهاجرت هستین اپا کمی از قصه مهاجرت کنین در این مشکلی ها در این سختی ها چی واقعه ها رخ داد چی چیزایی را دیدین؟ خیلی در مهاجرت همه مهاجران عذاب میکشن بی عذاب نمیشن یا یک شهری وطنی خودت نه بیگانه مشکلی های بسیار. ما اول اومدگی عذاب بسیار کشیدیم حوض خیلی صد با شکر خودمون که مهنت کردیم خودمون که عذاب کشیدیم خیلی حوضیرش در زندگی ما سازد. سبب مهاجرت چی شده؟ پس چرا تاجیکستان میگن جنتی است که دیدش میشه خوردهش نمیشه؟ شما چی فکر دارین در این مسئله؟ همی حوضی در تاجیکستان مردمی که بعد کارانتین رها کردن همه داد گفته است ایروی بیکاری همه با صد زور با او پلی اویلی که تاجیکستان زندگی یگون کس نمیشه همو اویلی کشده یک لیمچه ارده یک بقلشکه روغن با زور میشه همی هر چه که خداوند همی راسیه بده برس که مور ای همیسنو داده اگر با او تاجیکستان باشه مردم تاجیکستان نه شکم یخچون سیر کده میتونه نه ای گودک شونه نه صاحب خونه میشه نه صاحب زن همه میان همیست در کار میکنن میرون خونه میکنن خونه و در میکنن زن میگیرن زندگیشون پیش رفته است. تاجیکستان در زندگی همه تنجای که گفتی گپا که کارکنای دولت یچی چی دارن. بله درست است. یک بار ما به همین زندگی هر یک تمام به زندگی خودمون نظر کنیم. ما میگیم دولت داریم، دولت در خدمت مردم است، خانه‌اش خودش میسازه، زنش خودش میگیره، فرزنداش مکتب پولش میتیه، تمام آن چیزی که استفاده میبره همش با پول است، همش با پول. پس همین دولت چی لازم برای ما و شما؟ حکومت چی لازم بود است؟ پس حکومت شهر، حکومت محله، حکومت نمیدونم کوچه چی لازم است برای این مردم؟ برادر سالمون من باز آدمایی را میشناسم که شناسا خیش تبار میشوند نامهایشان رو گرفتن نمیخواهم بگناه همش جوانای یاشن 1995 از یک اویله 6 نفر هر یک اویله برادرهای از فرزندای آنها رو 6 نفر رو به زندان بگناه بر زندان بردن. فرزند کلانیشون در شهر سودان خیرورگ شده خوند آمد. خیرورگی کلان
дар медгарадок 2 моҳ кор кард, байр омада аз ҷои кор бегуноҳ бардоштан ба тӯҳмат бурдан шунонда. баъзе шумо мегӯед ҳама суханҳоятон ҳақ аст. ҳамун зиндон пур аз одами бегуноҳ аст. ҳама соҳиби як фарзанди ҷавонои ёшанд. оё ҳаёти ваё чӣ мешавад? оё дар зиндон он ба сар мебаранд? фарзандону падари модарои ваё, занҳои ваё чӣ кор мекунанд? баъзи одамое ки гам мезананд, пуштибонӣ мекунанд, ай талхакафишонанд, анон сухани ҳаққа нагӯянд, анон кали гав зананд бигарданд, ози оста оста ва мебинанд чӣ гап мешавад. саломат бошин апа, зинда бошин. ташаккури зиёд. обод бошед. худо нигаҳбонтон бошад.